سلام دوستان فوتبالی، خیلی خوش اومدید به کانال کیک ماستر. امروز من سامیار قراره درباره فصل جدید رئال مادرید که با ژاوی آلونسو میخواد بهتر کنه براتون اخباری براتون بدم که به دردتون امیدوارم بخوره. و حتما قبل از که ویدیو بریم سراغ نکات رئال مادرید، لایک، فالو، کامنت یادتون نره. این اصلا ترین چیزیه که میتونه به من کمک کنه. ما هنوز 10 تا سابسکرایب رو نگرفتیم، پس کمک کنید حمایت شم و با هم بریم بالا. خب بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب بچه اینجا چه قراره ژاوی آلونسو همین 2025 یا 2026 بیاد. آنجلوتی قراره من اینو نمیتونم بگم، ببخشید. خب دربی ببخشید بچه، بارسلونا رئال مادرید که یک شنبه فکر کنم ساعت 5:30 اینا داشته باشه و آخرین فرصت آنجلوتی، چه ببره چه باخت بده، بالاخره آنجلوتی میخواد بره، خودش بره کنار و ژاوی آلونسو قطعی شده. خب ولی هنوز کسای دیگه هم هست: زیدان، آنجلوتی، یورگن کلوپ و خود آنجلوتی که دیگه بین اینا نمیدونم. به نظر شما کدوم بین اینا بهتره؟ حتما تو کامنت ها بنویسید. من خودم میگم ژاوی آلونسو. چرا؟ میتونه ژاوی آلونسو اگر فوتبالی باشید تو چی میگم پاس هدفا چارچوبا خیلی خفنه. یعنی لونکوزن به همینش معروفه، به سردار آزمون قشنگ یاد میداد، قشنگ مثلا بزنه کجا اونجا، هدف گیریاش خیلی قشنگ. ژاوی آلونسو همین برای رئال مادرید میتونه مفید باشه. میتونه دفاع هم پاس بیاد، یکی امباپه، سرعت امباپه که ازش استفاده نمیکنن، و میتونه دفاع ها رو مثلا بتونه دفاع رو پرتابگیری و سانتر رو اینا رو بهتر کنه. ژاوی آلونسو تخصصش همینه. میتونه بهتر کنه، یک مشتی بندازه واسه امباپه، تموم، راحت تو 1 ثانیه میتونن گل بزنن. امباپه با اون سرعتی اصلا از سرعتش استفاده نکردن و این میتونه گزینه خوبی باشه. و وینیسیوس به خاطر توپ طلا رویش رو خیلی اومده پایین، اصلا مثل قبل نیست، ذهنشو به هم ریخته. به خاطر چی توپ طلا رو نبرد؟ به خاطر یه اخلاق خیلی مهمه. رودریگو میدونید که بازیش آنچنانی بد نبود، من زیاد بازیشو ندیدم. وینیسیوس خدای ترکون 2024. خب حالا بحث اینا رو ولش کن و ما قراره درباره ترکیب که رئال مادرید میخواد بیاد. خب کیا رو میخواد اضافه کنه؟ گریمالدو رو میخواد بیاره، ژاوی آلونسو که هافک چپ بازی میکنه. زیاد فکر نکنم به درد بخوره. و ویتز واقعا اصلا اینا ناشناختن میخوام بیان رئال مادرید. از لونکوزن خودش میخواد بازیکن بیاره، چون فکر میکنه فصل قبل رو به خاطر این بازیکن رو برده، میخواد الان هم اونا رو بیاره. و سیلوا اگه اشتباه نکنم از بازیکن آرسنالی، دفاعش خدایی خیلی قویه، قدرت بدنیش، پاسگیریش، کلا تو دفاع رئال مادرید عالی میتونه باشه. خب قراره 3 دفاعه بازی کنه و اگه اشتباه نکنم 5 تا هافک و 3 تا حمله که امباپه و این سمت راست هم جود بیلینگام. حالا ذهنتون درگیر شد چرا آقا جود بیلینگام؟ چون چرا رودریگو اخراج شده، اخراج که نه، میخواسته بره بیرون که رفته از رئال مادرید بیرون و جود بیلینگام گزینه خوبی نیست. هافکش بیلینگام بهتره. حال جایگزین بیلینگام کیه؟ مودریچ و شومنی اینا هستن. و اونورم که گفتم میخواد سمت راست هافک و ویتز رو بیاره و سمت چپ و گریمالدو. من گریمالدو رو راضیم. چرا؟ چون تو بارسلونا هم بازی کرده. بله تو بارسلونا بازی کرده، بازیش بد نبود. تو بارسلونا بازیش میدادن دیگه، من آمار زیادی ندارم. و جود بیلینگام سمت راست میخواد بازی کنه. من میگم ژاوی آلونسو
یکی دیگر به جای جود بیلینگام بیاره، جود بیلینگام بیاد وسط، خیلی بهتره. خب و اونورم که میدونید وینیسیوس جونیور با قرار بازی کنه و لوکام امباپه. کیا رو قرار بود بیاره؟ سیلوا، گریمالدو و ویتز و یک چند تای دیگه هم هست که من یادم نمیاد. خب بریم درباره چی صحبت کنیم. به جای بیلینگام کی بیاد جایگزینش بهتره؟ فیل فودن زیاد درخشش نکرده ولی به هر حال خوبه، به نظر من عالیه. اگه فیل فودن رو بیاره زودم قبول میکنه، از سیتی میتونه بره بیرون و فودن گزینه خیلی خوبیه به نظر من. و شما نظرتون چیه؟ حتما بنویسید جای بیلینگام که کی بیاد. من فودن رو ترجیح میدم و چون خیلی بازیکن خوبیه، از گوش واقعا خوب میره و یکی خیلی مهمه، بوکایو ساکا واقعا کارش حرف نداره. اندازه رودریگو، همین رودریگویی که اخراج شد میخواد بره چلسی، 10 برابر بهتره. بازی رئال مادرید و آرسنال دیدید، رئال فنیا ها، من خودم رئال فنم، دیدید که چقدر خوب بازی کنین بوکایو ساکا. از جنا قشنگ پاسو میرسون، هدزنی. حالا هدزنی رئال مادرید زیاد خوب نیست، یکی جود بیلینگام خوب سر میزنه و امباپه هم که بدک نیست، متوسطه و عالی میتونه باشه. سانترش خوبه، از جنا خوب پاس میده و عالیه واقعا بوکایو ساکا، من اینو خوب میدونم. خب بریم درباره ژاوی آلونسو. با این ترکیبی که قراره بچینه واقعا خوبه. قراره ترکیبش 3-5-3 هستش. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دفاع، 5 تا هافک، 3 تا هم حمله. به نظرم گریمالدو و ویتز خب چون حمله این نمیتونم به دفاع رئال مادرید کمک کنن. اگه اشتباه نکنم دانسفریس، همین بازیکن اینتر، حالا نمیدونم اینو رو هر کی بخوام که نمیتونه بیاره ولی دارم میگم جایگزین اینا. دانسفریس که هم هافک بازی میکنه هم از هافک میاد دفاع، واقعا خوبه. یکی هم بود یک کله زرده بود داخل اینتر، اسمش یادم نمیاد، نمیدونم پالوویچ، نه اون نبود. واقعا دانسفریس میتونه گزینه خوبی باشه برای رئال مادرید و میتونم بگم متوسطه، هم خوب نیست هم بده، میتونه خطرناک واسه رئال مادرید باشه. البته سیلوا و رودریگه و میلیتائو تو دفاعن میتونه عالی باشه، عالیه. و هافکا هم میتونه خیلی خوب به حمله کمک کنن. امباپه و جود بیلینگام که اون گوش معلوم نیست کیو میخواد بیاره ژاوی آلونسو و دیگه من نمیدونم، حالا خودش میدونه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید، اخبارا رو شنیدید. بچه هر ویدیویی از من میخوایم بگید، اخبار فوتبالی، چالش‌های فوتبالی، چالش طنز فوتبالی، هر چی از من میخواین من اینجا براتون هستم. بهترین ویدیو رو براتون بگیرم که شما صفا سیتی کنید داخل یوتیوب. و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. مثل همیشه لایک و فالو و کامنت یادتون نره لطفاً، من ویدیو کیفیت بهتر بگیرم. و تا ویدیوی بعد، خدافظ.